تیسوف مونده نشه کورو خوبه خدمت الله کسی الله مبارک کنن. عزیزانی من، امروز 17 ایول 2025 سال ما قرار داریم در مسجد تاج محل. ما 3 روز پیشتر کارتمون دادیم، دوران نعیم جان گفتگی یعنی برادر کارتشون محکم کردن میگیرن. دلو ما میمریم هر روز، این روز از سحر است، لیکن همین احسانایی که میکنیم نمیبرد. ابدی خدا خواهد انشاءالله میموند. کسی میآید در اینجا رکعت نماز میخونه، تحیت المسجد میگن. می تحیت المسجد حقی خدمت کننده، یاردم کننده، بنا کنندگان همین مسجد است عزیزان من. اجر شما نمیتیم، فقط بولونگی میتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و آن کسانی که خدا خواهد در این خدا خواهد سید ما اعضا هستین، البته برای هر یک شما تنصیحتی خاطر جمعی الله سبحانه و تعالی فرصت داد، دقیقه داد. الحمدلله من با شما عزیزان یعنی هم صحبت شدن. عزیزانی من، امروز 17 ایول 2025 سال ما قرار داریم در مسجد تاج محل. ما 3 روز پیشتر کارتمون دادیم، دوران نعیم جان گفتگی یعنی برادر کارتشون محکم کردن. باز یک تا دیگر کارت نو تاشبایف نوریدین گفتگی. از من نمره خدا خواهد کارت را اعلام میکنم، ان شاء الله میتونین همین کارت را خدا خواهد با استگذاری کنه برادر اهل اسلام. یعنی 22 02 20 83 52 31 89 10. این کارت نوی ما است، تاشبایف نوریدین گفتگی برادر. چون کارت محکم شد با از نو کارت گذاشتیم. میتونید در این کارت خدا خواهد یعنی برای الله سبحانه و تعالی، برای رضای خدا سبحانه و تعالی و برای آبادی این دنیا و آخرت حصه های خودتون اگر ان شاء الله دریغ ندارین، البته این خانه خدا است، الله سبحانه و تعالی ان شاء الله به درجه عالی میرسون. من در سوره قلم یک قصه خدا خواهد ان شاء الله آمدگی است، یعنی یک صاحب باغ گفتگی در صنعا گفتگی یعنی شهر. این واقعه گذشتگی است. یک مرد بود، میگه یک باغ کلان خوب زیبا داشت. هر سال وقتی که میوه‌هاش خدا خواهد به آخر میرسید، تمام کمبغلا، بیواها و بیچاره ها را دعوت میکرد. اول ویان خیر احسان میکرد، بر مال گرفته حیات زیبا میبود. وقتی که این مرد میمرد 3 پسر دارد. 3 پسرش وقتی که انشاءالله با یعنی میراث میموند همون باغ، یه روز به دیگه نصیحت میکنن، میگن که ما فرزندای زیاد داریم، چه حاجت به کمبغل و به بینوا و یعنی به بیچاره نمیتیم. ما پگاه آهسته پنهانانه میریم باغ حاصلش جمع کرده میاییم. وقتی که این نیتی بد میکنن، الله سبحانه و تعالی همون شب به قدرت خودش وقتی که برای رضای خدا که خدا خواهد نمیگن این کلمه ها را، الله سبحانه آتش میفروزاند، تمام باغ سوخته میشود. قصهش دراز از من قصه میگم. وقتی که پگاه و یا آهسته آهسته حتی که بیوه ها کمبغا بیچاره نفهمته میآیند، وقتی که نزدیک باغ میان که باغ سوختگی است، حتی باورشون نمیگیرد که این باغی ما نباشد، لیکن نگاه میکنن حقیقتا میفهمن که یعنی باغ که پشیمان نشون چی سود. امروز از نانی من انشاءالله خدا خواهد شما هم برای الله سبحانه و تعالی انشاءالله برای کمبغل، برای بیوا، برای بیچاره یا که برای آبادی هایی که در خدا خواهد شهرها شده، چی مسجدها و چی یعنی راه ها و چی دیگر اگر حصه گذار باشین، البته پول و مالی شما در الله سبحانه و تعالی انشاءالله برکت ها می‌دهد، چون که خداوند خودش سخی است و سخی ها را دوست می‌دارد. این خواهین که شما پول شما زیاد شد، خواهین که در زندگی رزق و کسب شما اگر برکات حاصل شود، خیر دروازه هرگز و بالای خود مپوشین. ان شاء الله در این دنیا هم بانکرات نمیشیم به مثل قول امروزه، و در آخرت هم ان شاء الله سربلند میمونین. همیشه صحت باشین، همیشه سلامت باشین. آن خیرایی که امروز دارین برای پیشرفتی خدا خواهد مساجد ما، الله سبحانه و تعالی از شما راضی شود. این دنیا و او دنیا نه در امرات و رزقات و کسب و کارات و بی فرزند باشین، فرزندای صالح عطا کنه، دختراکای بی بخت بختاش نکشاده بیادونم، قرضدار باشین قرضاتون الله نجات دهد. چی مصیبت در بالای خانه دارین، الله با توفیل این خیر احسان ان شاء الله خدا خواهد این مصیبت ها از شما دور میشود. همیشه صحت باشین، همیشه خرم باشین. تا صحبت های دیگر خدا حافظ میکنیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه.